اسم من دارن شان است. من یک نیمه شبح هستم. درود دوستان، من سام هستم و اینجا کانال قصه های شب. اول هارکات او را دید. ساعت 8 بود. ریچارد و یکی از برادرهایش از خانه بیرون آمدند تا به فروشگاهی نزدیک خانهشان بروند و با پاکت های پر از خرید برگشتند. ما سایه به سایه آنها می رفتیم. ریچارد به لطیفه ای که برادرش تعریف کرده بود می خندید که هارکات دستش را روی شانه من گذاشت و به افق اشاره کرد. یک لحظه هم طول نکشید که من کسی را روی پشت بام فروشگاه بزرگ و چند طبقه دیدم. او پسرها را که در خیابان بودند تعقیب می کرد. هارکات پرسید: آن چنگکی نیست؟ گفتم: نمیدانم. بیشتر دقت کردم. آنقدر نزدیک لب بام نیست که بتوانم ببینمش. برادرها به ابتدای کوچه‌ای نزدیک می شدند که برای رسیدن به خانهشان باید از آن می گذشتند. منطقی بود که شبحواره در چنین جایی حمله کنند. پس من و هارکات با عجله دنبال پسرها رفتیم، طوری که وقتی آنها از خیابان اصلی وارد کوچه شدند چند متر عقب‌تر پشت سرشان بودیم. وقتی آنها در کوچه پیش می رفتند ما پا کند کردیم. هارکات اسلحه‌اش را آماده کرد. حلقه جلوی ماشه را قبلا برداشته بود تا انگشت بزرگش را بتواند روی ماشه قرار دهد و یک تیر در لوله آن گذاشت. من هم هر دو چاقوی پرتابی را که ونچا هدیه داده بود از کمرم بیرون کشیدم و آماده پشت سر هارکات ایستادم تا اگر او تیرش به خطا رفت وارد عمل شوم. ریچارد و برادرش وسط کوچه رسیده بودند که سر و کله چنگکی پیدا شد. من اول چنگک‌های طلایی و نقره‌ای او را دیدم. خودش بود. بعد سرش را دیدم که مثل دفعه پیش کلاه دو چشمی رویش کشیده بود. اگر مراقب دور و برش بود ما را میدید، اما فقط به آن 2 نفر چشم دوخته بود. چنگکی از کنار دیوار جلو رفت و بعد مثل یک گربه دزدکی به کمین برادرها نشست. هدف فوق‌العاده‌ای برای ما شده بود. من وسوسه شده بودم که به هارکات بگویم به قصد کشت بزن، اما در دریای شبحواره‌ها ماهی‌های دیگری هم بودند و اگر از این یکی به جای طعمه استفاده نمی‌کردیم هیچ وقت نمی‌توانستیم آنها را بگیریم. زمزمه وار گفتم: پای چپش زیر زانو، این سرعتش را کم می‌کند. هارکات بدون آنکه چشم از شبحواره بردارد سر تکان داد. من می‌دیدم که چنگکی آماده می‌شود تا جلو بپرد. می‌خواستم از هارکات بپرسم که منتظر چی مانده است، اما این کار حواس او را پرت می‌کرد. بعد همین که چنگکی قوز کرد تا خیز بردارد، هارکات ماشه را فشار داد و تیرش در تاریکی به پرواز درآمد. تیر درست به همان جایی از پای چنگکی خورد که من گفته بودم. شبحواره از درد زوزه کشید و روی زمین ولو شد. ریچارد و برادرش از جا پریدند و پاکت‌های خریدشان را روی زمین انداختند. هر دو به کسی که روی زمین به خود می‌پیچید خیره مانده بودند و مطمئن نبودند که باید فرار کنند یا به کمک آن مرد بروند. صورتم را با دستهایم پوشاندم تا ریچارد نتواند مرا بشناسد و جلو دویدم و فریاد زدم: از اینجا بروید. اگر می‌خواهید زنده بمانید همین الان در بروید. و این باعث شد آنها تصمیمشان را بگیرند. پاکت‌ها را ول کردند و مثل تیر از جا در رفتند. برایم عجیب بود که می‌دیدم 2 نفر آدم با چنان سرعتی می‌دویدند. در این گیر و دار چنگکی سر پا ایستاده بود. او تیر را محکم کشید و ناله کنان گفت: پایم. اما استیو طراحی مکار بود. تیر از جایش در نیامد. دست چنگکی تیر را محکم‌تر کشید. این بار تیر توی دستش شکست و سر آن در گوشت ساق پایش فرو رفت.
چنگکی جیغ کشید. آی! و تنه بی مصرف تیر را به طرف ما پرت کرد. به عمد با صدایی بلندتر از آنچه لازم بود به هارکات گفتم راه بیفت. او را میگیریم و کارش را تمام میکنیم. چنگکی با شنیدن این حرف چنان دست و پایش را جمع کرد که صدای حقیقش دیگر شنیده نشد، چون فهمیده بود که با چه خطری روبروست. سعی میکرد که از پشت روی دیوار بپرد، اما پای چپش وضع خوبی نداشت و نتوانست حرکتش را درست به پایان برساند. ناسزایی گفت و چاقویی را از کمرش بیرون کشید و آن را به طرف ما پرت کرد. مجبور شدیم فوری جا خالی بدهیم تا چاقو با ما برخورد نکند و این حرکت فرصتی را که چنگکی برای فرار لازم داشت در اختیار او گذاشت. درست همونطور که ما می‌خواستیم. وقتی شروع به تعقیب شبحواره کردیم، هارکات به بقیه زنگ زد و گفت که چه اتفاقی افتاده است. این وظیفه او بود که بقیه را از جریان کار باخبر کند. من باید با تمام حواسم مواظب چنگکی می بودم تا گمش نکنیم. وقتی به انتهای کوچه رسیدم، او ناپدید شده بود و در یک لحظه دردناک فکر کردم که فرار کرده است. اما بعد قطره‌های خون را روی پیاده رو دیدم و دنبال آنها به کوچه دیگری رفتم که دیدم او 4 دست و پا از دیوار کوتاهی بالا می رود. به او فرصت دادم تا از دیوار بالا برود و خود را به سقف خانه بغلی برساند و بعد دنبالش رفتم. حالا بالای خیابان‌ها روی سقف خانه‌ها بودیم و این وضع برای هدف من خیلی بهتر بود، چون چراغ‌های خیابان مسیر تعقیب را روشن می‌کردند و آن بالا دور از دسترس و دید پلیس و سربازهای گشت بودم. چنگکی روی سقف منتظرم بود. سفالهای سقف را که قبلا از جا کنده بود به طرفم پرت می‌کرد و مثل سگی هار زوزه می‌کشید. از سفال اولی جا خالی دادم، اما بعد مجبور شدم صورتم را با دستهایم بپوشانم تا از برخورد بقیه سفالها با آن جلوگیری کنم. این کار باعث شد که انگشت‌هایم خرد و خمیر شوند، اما آسیب جدی ندیدم. شبحواره دست چنگکی می‌غرید و جلو می‌آمد. ناگهان متوجه شدم که برق یکی از چشمایش سرخ نیست، به رنگ آبی یا سبز معمولی بود و یک لحظه گیج شدم. اما فرصت نبود که راجع به این قضیه فکر کنم. شسته بود. چاقوهایم را بالا گرفتم و آماده شدم تا با آن آدم کش درگیر شوم. نمیخواستم قبل از آن که ما را پیش رفقایش ببرد او را بکشم، اما اگر مجبور می شدم این کار را می کردم. قبل از آن که شبحواره بتواند مرا محک بزند، ونچا و استیو سر رسیدند. استیو پیکانی را به طرف شبحواره شلیک کرد. تیرش به خطا رفت و ونچا روی دیوار جست زد. چنگکی دوباره زوزه کشید و چند تکه سفال دیگر به طرف ما پرت کرد. بعد هم 4 دست و پا خود را از شیب شیروانی بالا کشید و از طرف دیگر آن پایین رفت. ونچا کنار من ایستاد و پرسید حالت خوبه؟ بله، ما به پایش زدیم، خون ریزی دارد. متوجه شدم. چاله کوچکی پر از خون کنار ما بود. من انگشتم را به آن زدم و بو کردم. بوی خون شبحواره ها را داشت. با این حال از ونچا خواستم که او هم آن را امتحان کند. ونچا خون را به زبانش زد و گفت شبحواره است، چرا نباشد؟ درباره چشمای چنگکی برایش توضیح دادم. او با صدای خرناس مانندی گفت عجیب است و دیگر چیزی نگفت. ونچا کمکم کرد تا سر پا بلند شوم و با عجله خود را به رأس شیروانی رساند. اطراف را نگاه کرد تا مطمئن شود که چنگکی جایی کمی نکرده باشد و بعد به من اشاره کرد که دنبالش بروم. تعقیب ادامه داشت. من و ونچا از این پشت بام به پشت بام دیگر می رفتیم و شبحواره را تعقیب می کردیم و همزمان با ما هارکات و استیو هم پا به پایمان از خیابانها می گذشتند و پیش می آمدند. آنها فقط زمانی پا کند می کردند
که ایستهای بازرسی را دور بزنند یا صبر کنند که گشتی‌های پلیس بگذرند. تقریبا بعد از 5 دقیقه تعقیب آقای کرپسلی و دبی هم آمدند. دبی با استیو و هارکات همراه شد و آقای کرپسلی روی بام آمد. ما می توانستیم به چنگکی نزدیک شویم. او در شرایط سختی گیر افتاده بود. پای آسیب دیده‌اش سرعتش را کم کرده بود و درد می‌کشید و خون زیادی از دست داده بود. اما گذاشتیم که از ما جلو بیفتد. آن بالا هیچ راهی نبود که او بتواند از دست ما در برود. اگر می‌خواستیم او را بکشیم، کافی بود فقط دورش حلقه بزنیم. اما نمی‌خواستیم او را بکشیم. هنوز نه. بعد از چند دقیقه سکوت ونچا گفت: نباید کاری کنیم که مشکوک شود. اگر خیلی عقب بمانیم حدس می‌زند که خبری باشد. وقتش است که او را روی زمین بکشانیم. ونچا جلوتر از ما رفت تا در تیررس پرتاب شوریکن به شبحباره قرار بگیرد. او یک ستاره پرتابی را که با نخی از دور شانه و سینه‌اش آویزان بود باز کرد. با دقت هدف گرفت و آن را طوری پرتاب کرد که در مسیری مماس با یک دودکش بخاری پیش رفت و از بالای سر چنگکی رد شد. شبحباره که گیج شده بود و دور خود میچرخید فریاد زنان چیز نامفهومی گفت و چنگک طلایی‌اش را با خشم برایمان تکان داد. ونچا شوریکن دیگری پرت کرد که نسبت به ستاره قبلی خیلی به هدف نزدیک بود و با این کار شبحباره را ساکت کرد. چنگکی روی شکم افتاد و سینه خیز به طرف لبه بام رفت. آنجا با چنگک‌هایش به ناودان چسبید و برای پایین رفتن مکث کرد. یک لحظه میان زمین و هوا معلق ماند و زیر پایش را بررسی کرد. بعد چنگک‌هایش را از ناودان جدا کرد و پایین افتاد. او از ساختمانی 4 طبقه پایین پریده بود. اما پرش از چنین ارتفاعی برای شبحباره‌ها کاری نداشت. آقای کرپسلی زیر لبی گفت: دوباره شروع شد. او به طرف پله‌های اضطراری رفت که همان نزدیکی بود. بقیه را خبر کن و به همه هشدار بده. نمیخواهم آنها وسط خیابانها دنبال چنگکی راه بیفتند. وقتی با عجله از پله‌های اضطراری پایین می آمدم دستور را اجرا کردم. آنها به فاصله 1.5 ردیف ساختمان پشت سر ما بودند. گفتم که تا اطلاع بعدی سر جایشان بمانند. من و آقای کرپسلی روی زمین شبحباره را تعقیب می کردیم و ونچا از بالای پشت بامها او را زیر نظر داشت تا مطمئن باشد که شبحباره دوباره بالای سقف‌ها نمی رود. به این ترتیب محدوده انتخاب شبحباره چنان تنگ شد که او راهی نداشت جز اینکه وسط خیابان‌ها بدود یا به درون تونل‌ها برود. بعد از 3 دقیقه دیوانه وار دویدن چنگکی ورود به تونل‌ها را انتخاب کرد. ما در پوش فاضلابی متروک و ردی از خون پیدا کردیم که از کنار دریچه به درون تاریکی پایین می‌رفت. وقتی منتظر ونچا بودیم من با حالتی عصبی آه کشیدم و گفتم: همین است. دکمه حافظه تلفن همراه را فشار دادم و بقیه را خبر کردم. وقتی آنها آمدند دوباره به 3 گروه تقسیم شدیم و به درون تونل‌های زیر زمین رفتیم. همه می‌دانستیم که چه باید بکنیم و هیچ حرفی رد و بدل نشد. اول ونچا و استیو پایین رفتند. ما پشت سر آنها وارد شدیم و تونل‌های فرعی را زیر نظر گرفتیم تا چنگکی نتواند از پشت سر ما را غافلگیر کند. آن پایین تعقیب چنگکی آسان نبود. در بیشتر تونل‌ها جریان آب آثار خون را می‌شست و تاریکی هم مانع از آن می‌شد که تا فاصله زیادی پیش پایمان را ببینیم. اما ما به این فضاهای تنگ و تاریک عادت داشتیم. سریع و مطمئن حرکت می‌کردیم و کوچکترین نشانه‌ها را در نظر داشتیم. چنگکی ما را به اعماقی می‌برد که هیچ وقت ندیده بودیم. حتی مرلو شبحباره دیوانه هم تا چنین عمقی زیر شهر پایین نرفته بود. آیا او ما را پیش رفقایش می‌برد
یا فقط سعی میکرد که گم و گورمان کند؟ یک لحظه ایستادیم که استراحت کنیم. آرکاد گفت باید نزدیک حاشیه شهر باشیم. به زودی به آخر تونل ها میرسیم. در غیر این صورت، وقتی دیدم حرفش را تمام نمی کند پرسیدم در غیر این صورت چی؟ گفت ممکن است تونل ها به بیرون راه داشته باشند. شاید میخواهد فرار کند. اگر به فضای باز حاشیه شهر برسد و مسیر خلوتی پیدا کند میتواند با پرواز نامرئی در برود. پرسیدم زخمهایش مانع این کار نمیشوند؟ شاید بشود، اما اگر خیلی ناامید باشد شاید هم نه. ما تعقیب را از سر گرفتیم و خودمان را به ونچا و استیو رساندیم. آرکاد به ونچا گفت که به چه چیز فکر می کند و چنگکی چه چیزی می تواند در سر داشته باشد. ونچا جواب داد که خودش هم قبلا به این قضیه فکر کرده بود و آرام آرام به شبحواره فراری نزدیک شد. اگر چنگکی بیرون می رفت، ونچا باید دنبالش می رفت و کارش را تمام می کرد. اما در کمال تعجب دیدیم شبحواره به جای آنکه بالا برود به عمق پایین تر رفت. هیچ فکر نمی کردم که تونل ها تا چنین عمقی کشیده شده باشند و حتی نمی توانستم تصورش را بکنم که آنها چه کاربردی داشتند. طراحی آنها پیشرفته و جدید بود و هیچ نشانه‌ای در آنها دیده نمی‌شد که معلوم کند آنها قبلا مورد استفاده قرار گرفته باشند. در فکر این موضوع بودم که ونچا ناگهان ایستاد و من تقریبا با او برخورد کردم. پرسیدم چی شده؟ ونچا زمزمه کرد. ایستاد. جلوتر تونل به یک اتاق یا غار ختم می شود. او آنجا ایستاده. گفتم منتظر ماست تا کارش را تمام کنیم؟ ونچا با ناراحتی جواب داد شاید خیلی خون ازش رفته و این تعقیب و گریز جانش را گرفته. اما چرا حالا می ایستد؟ چرا اینجا؟ سرش را تکان داد. از این وضع خوشم نمیاد. وقتی دبی و آقای کرپسلی رسیدند، استیو اسلحه‌اش را از روی شانه برداشت و در نور چراغ قوه‌ای یک تیر در آن گذاشت. آهسته گفتم مراقب باش، او نور را می‌بیند. استیو شانه‌اش را بالا انداخت و گفت خب که چی؟ او می‌داند که ما اینجاییم. ما توی روشنایی هم همان کار را می‌کنیم که توی تاریکی باید بکنیم. حرفش منطقی به نظر می‌آمد. به همین خاطر همگی چرا قوه‌های همراهمان را روشن کردیم و آنها را پایین گرفتیم تا سایه‌های زیادی ایجاد نکند و باعث حواس پرتی نشود. استیو پرسید دنبالش می رویم یا همینجا منتظر می مانیم تا حمله کند؟ آقای کرپسلی بدون هیچ مکسی جواب داد دنبالش می رویم. من به دبی نگاه کردم. می لرزید و به نظر می آمد چیزی نمانده که روی زمین بیفتد. به او گفتم اگر بخواهی می توانی همین بیرون منتظر بمانی. گفت نه، من هم می آیم. دیگر نمی لرزید. به خاطر تارا. ونچا چند تا از شوریکن‌های همراهش را از نخشان جدا کرد و گفت استیو و دبی پشت سر ما می آیند. من و لارتن جلو می رویم. دارم و هارکات هم وسط می مانند. همگی مطیعانه سر تکان دادیم و ونچا ادامه داد اگر تنها باشد من می گیرمش. یک درگیری 1 به 1 عادلانه. اگر رفقایش هم آنجا باشند به حالت مسخره‌ای نیشش را باز کرد. همگی با آنها درگیر می شویم. برای آخرین بار اوضاع را بررسی کرد تا مطمئن شود که همگی آماده ایم. آقای کرپسلی دست راستش بود. من و هارکات درست پشت سرش بودیم و دبی و استیو هم از پشت سر ما می آمدند.